برگشتیم با این موزیک خیلی جنجالی. تو بدا قلقلکم نده. جنجالی نیست ولی یه موزیکی که یکی از بچه‌ها گفت رو سرنوشت از لئو یکی از خواننده‌های خوب تاجیکستانه و خیلی طرفدار داره و خیلی از آهنگاشو دوست دارن. اسم گربه دوستم هم هست لئو. اسم گربه دوستش هم هست لئو اسم قشنگیه. آره میتونه لئوناردو باشه، لئوناردو داوینچی میتونه یه اکثرا مثلا حسی، مثلا این دوستمون شاید اسمش یکی دیگه است ولی حسی داره میذاره. ببینید بریم این ویدیو رو با هم ببینیم آهنگش چطوریه، چون خیلی درخواست داشتیم از لئو سرنوشت. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. لئو جان let's get it. لئو آشناست. من یه قلبی پوری خونه دارم. پشما این چیزه؟ من عشق دلبست دلو به دادم. آهای عالی جناب. آفرین، وای این همون آهنگ است. آهای عالی جناب. آره بقیه‌شو ببینید. سمپل من چه جالب. از سرنوشتی تلخی خود بذارم، در کوچه ها شبها تنها مانده بدارم. امیدوارم تو به ابری صاف و به غباری خودشه قشنگ، خیلی باحاله. در آسمون تو مالی شب تاری. آره به نظر من گویم که تو زبی دنیا داری اما دوری. لحظه چشمم و چشمت افتاد و گفتم کی هست بداج. چه باحال میخونه. این خیلی قشنگتر از خود آهنگ است. آره خیلی خوب میخونه. شوم بگذار شوم بمار شوم آرام دستت را بیار و بگذار من قلبی من. لرزه در جان بودن احساسی تو عشقی من هی داد زنم فریاد زنم دریاد زند همه خاطراتت نرسیدی به قدری من. خیلی عالیه، خیلی خوبه واقعا. اصلا فکر نمی‌کردم، من اولش گفتم مثلا سمپل میخواد چیکار کنه، بعد دیدم عالیه. قدری من دو دستی سرنوشت. اما آهای عالی جناب. آره چی خواستم و چی ها نوشت. پشمام داد چقدر خوب نوشته. داد از دست سرنوشت چی خواستم و چی نوشت. موهای تنم سیخی نوشت. خیلی تمیز نوشته. خیلی خوبه. مرا غلام قصر شاه او را صاحبی تخنویش. من در این زمان ها دست گریبان شدم از عشق. زیاد کنم؟ آره یه خورده. نه زیاد نکنیم، همسایه ها ناراحت میشن. تقدیری تلخ و شوری ها میمیرم و بیمان تو خیش. چه شعری داره، واقعا شعرش خیلی خفنه. من اصلا لذت بردم. اولین من مخالفم با اینکه مثلا یه آهنگ دیگر بیاری مثلا. دقیقاً منم. این خیلی باحال بود به نظر. خیلی تمیز بود. یه سوال، مثلا این خواننده مثلا عالی جناب و اینا از ایشون شکایت نکرده، مثلا چیز نکرده کپی رایتی بهش بزنه فلانی بکنه؟ نمیدونم، این خیلی جالبه. ولی خب فکر کنم باید یه سری مراحل قانونیشو طی بکنیم. تو همون تیرکی از دوری ها آمدی زدی در دیر
من همون دیوانم که حالا تنها موندم در سردی. به چقدر خوب و تمیز نوشته. تو همون تیر بودی که از دور اومدی و زدی تو دلم. سردی تو همون ابری سیاه بر سرم بارانی غم آوردی. عالی. من حالا بیگانه ام ناشناسم رفتی ترکم کردی. من با غم نشینم و خود به خود گویم تو دوری تیز و پر غروری از من تو دوری و احسن صبوری. چه جالبه. میدونی یه سری کلمات تاجیکی از خیلی جالبه برام بیانه. مثلا دله ما میگیم دله، اونا میگن دیلی. مثلا میگی دل تنگم، اون میگه دیلی تنگم. نره خیلی جالبه. و آرام میخوابی تو خدا رو شکر. من فکر تو رو دارم و این توی ما هم. من خواب ندارم تنها تو رو خواهم که سر بگذارم و آرام بخوابم. من دو دستی سرنوشت چی خواستم و چی ها نوشت. مرا غلام قصر شاه او را صاحب تخت نوشت. من هم در این زمان ها دستگیر پا شدم از عشق. وای این داره از عشق میمیره. خیلی دردناک میکنه. حسش خیلی قویه تو آهنگ. واقعا حسش خیلی قویه. تقدیری تلخ و شوری ها میمیرم و بیمان تو خیش. باری کلاله و واقعا عالی بود. با اینکه یه آهنگی دیگر رو برداشتی اومده روش خوندی پرتسی سیلمو ولی کیه ولی خوب بود. به نظرم عالی بود. خیلی خوب بود. ببین اون آهنگ عالی جناب هست. آهای عالی جنابش. میدونی اینو ما اصلا گوش نمیدیم خودمون. آفرین. همین من ترجیح میدم لئو رو گوش بدم آهنگشو. من حالا خیلی اون موزیکا دوست دارن ولی من خب به وایب چیز ما نمیخواد. چی میگن؟ سلبور به تایپمون نه. به تایپ موسیقیمون به سلیقه من نه. من مثلا دوست ندارم این ثبت آهنگ. حالا لئو واقعا عالی خوند. من خوشم اومد. ولی مثلا اون الان عالی جناب بذارم خوشم نمیاد ازش. نه منم. ولی این خیلی خوب بود. عالی بود. مرسی که پیشنهادش دادی و مرسی از اینکه بچه‌ها سابسکرایب کردید، حمایت کردید. بعد از اون دو تا ویدیویی که گفتم سابسکرایب کنید. خیلی خوب حمایت کردید. خیلی دوستتون داریم. ممنونیم ازتون. و اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید. قراره به بعد هر روز ویدیو بذاریم. هر روز میخوام ویدیو بذاریم. دیگه میخوام خودم خفه کنم. آره دیگه خیلی دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.